are a cutie pie, yes you are. You are a cutie pie. Are you still baby proofing? Everything we own is pointy. Why is our daughter dressed like Donna Summer? She's not Donna Summer. Clearly she's Diana Ross from the RCA years. How is Daddy not seeing that? I really thought you were done with this. I made no such promises. I guess I'm somewhat of a shutterbug. And my new favorite model, of course, is Lily. I just completed a series of photographs of her dressed as various pop icons. Let's see, I've done Olivia Newton-John. I've done Madonna, the early years, Stevie Wonder. Yeah, there are days when Lily has more costume changes than Cher. Cher, how could I forget Cher? That's embarrassing. That's embarrassing? You are a cutie pie. Yes, you are. کیوتی پای یه اصطلاحه برای موقع که برای بچه ها معمولا استفاده میشه. وقتی میخوایم بگی تو خیلی بامزه و دوست داشتنی هستی، تو خیلی ناز و دوست داشتنی هستی، میگن you are a cutie pie. و وقتی میگه yes you are داره برای تاکید جمله قبلی استفاده میکنه. میگه آره تو خیلی ناز و دوست داشتنی هستی. دوباره میگه you are a cutie pie، یعنی که تو خیلی بامزه‌ای، خیلی نازی. بعد رو میکنه به میچ، میگه که are you still baby proofing. baby proof یه وربه در واقع، مثل waterproof. وقتی که یه چیزی رو در مقابل یه کسی یا یه شخص یا یه چیزی رو در مقابل یه چیز دیگه ایمن میکنید. مثلا اینجا داره ایمن میکنه خونه رو برای بچه، یعنی جاهایی که مثلا تیزه، مثل دور گوشه های کافی تیبل، همون میز وسط مبل، اینا رو داره با اسفنج و اینا چسب میزنه که در اصطلاح بیبی پروف کنه، یعنی خونه رو ایمن کنه برای بچه‌هایی که نوزاد هستن. مثلا واتر پروف یعنی مثلا یه ساعتی رو واتر پروف میکنن، یعنی اجازه نمیدم، ایمنش میکنن در برابر آب. بعد میگه که everything we own is pointy. pointy یعنی نوک‌تیز و ادجکتیو هم هست. میگه که هر چیزی که we own، یعنی ما هر چیزی که داریم، ما صاحبشیم، is pointy یعنی هر چیزی که داریم نوک‌تیزه و برای بچه‌ها خطرناکه. منظورش اینه. یه لحظه چشمش میفته به لیلی و میگه why is our daughter dressed like Donna Summer. dressed یعنی لباس پوشیده. اینجا مجهول اومده، میگه why is our daughter dressed با پس پارتیسیپل و ایز اومده، یعنی میگه که چرا دخترمون مثل دونا سامر لباس پوشیده. She is not Donna Summer. Clearly she is Diana Ross from the RCA years. میگه که اون دانا سامر نیست. Clearly یعنی به طور واضحی اون دایانا راس هست. From RCA years. حالا یه برنامه بوده، یه چیزی بوده، یه دوره‌ای بوده. و کلیری هم یه قیده برای تاکید روی مثلا بدیهی بودن یه چیزی. میگه یعنی کلیرلی، یعنی اون به صورت واضحی دایانا راس هست. How is daddy not seeing that. رو میکنه به لیلی، میگه که و چطور مثلا پدرت این رو نمیبینه که اینقدر مثلا واضحه که این دایانا راسه، چطور اون نمیبینه. این ساختار how is he not seeing that این خیلی رایجه. وقتی مثلا میخوایم بگیم که چطور ممکنه اینو نبینه، این ساختار خیلی پرتکراریه. how is he not seeing that یعنی چطوری مثلا حالا یه نکته رو نمیده یا کار یه نفر رو نمیبینه، یه چیزی واضحه مثل اینجا نمیبینتش و معمولا مثلا برای تعجب و انتقاد و اینا استفاده میشه. I really thought we were done with this. thought یعنی که گفتیم که همیشه یعنی وقتی که فکر میکردین یه چیزی باید حتما بعد از thought جمله بعدش که میاد حتما به صورت گذشته میاد و اینجا به صورت گذشته اومده. میگه you were done with this. من واقعا فکر میکردم که دیگه این کار رو تموم کرده، این کار رو کنار گذاشته. I'm done with something یعنی که من دیگه این کار رو کنار میذارم. I was done with مثلا this یعنی من دیگه این کار رو کنار گذاشتم. و خیلی اصطلاح پر تکراریه، یعنی وقتی یه کار رو دیگه انجامش نمیدین، تمومش کردین. مثلا I'm done with this project یعنی من دیگه با این پروژه کاری ندارم، کارم باهاش تموم شده. بعد کم میگه I made no such promises یعنی من چنین قولی نداده بودم.
وقتی میخواین به یکی قول بدین از make promise استفاده میکنید. خود پرامیس هم فعله ولی بهتره تو محاوره قشنگتره که از make promise استفاده کنید. بعد میگه I made no such promises، یعنی من همچین قولی نداده بودم. وقتی میخوایم بگین که یه چیزی اصلا وجود نداره no such میارین بعدش noun میارین. مثلا there is no such rule، یعنی همچین قانونی مثلا وجود نداره. no such به اضافه noun در واقع میخوایم بگین که یعنی چیزی این همچین چیزی اصلا وجود نداره، اینو استفاده میکنین no such به اضافه noun. بعد که I guess I'm somewhat of a shutterbug. shutterbug به کسایی میگن که عاشق عکاسی هستن و معمولا برای آماتورها، کسی که مثلا حالا تازه شروع کردن بهشون میگن. میگه I guess یعنی من حدس میزنم، guess یعنی حدس زدن. I'm somewhat یعنی تا حدی، نسبتا، تقریبا. اینو آخر ویدیو میگم که با نون که میاد به چه شکل میاد، با ادجکتیو و ادورب و حالا یا فعل اگه بیاد چه شکلی میاد. اینو راجبش آخر ویدیو یه اسلاید بهش میپردازیم. فقط یادتون باشه somewhat یعنی تا حدی. میگه من حدس میزنم که من تا حد عاشق عکاسی هستم. شاترباگ گفتیم برای عکاس‌های آماتور که خیلی عاشق عکاسی هستن استفاده میشه. And my new favorite model of course is Lily. مدل که میشه کسایی که در واقع مدلن، کار مدلینگ انجام میدن. میگه my new favorite model of course is Lily، یعنی و مدل مورد علاقه من البته که لیلی هست. I just completed a series of photographs of her dress as a various pop icon. میگه complete یعنی که کار رو تمام کردن. پس میگه تا و series of photographs که میشه عکس، series هم یعنی یه سری، مجموعه از و various یعنی خیلی متنوع، pop icons هم یعنی ستاره های پاپ. میگه تازه یک مجموعه عکس از لیلی گرفته که در اون مثل ستاره های مختلف پاپ لباس پوشیده. پس series of photograph میشه مجموعه از عکس ها. dressed as یعنی مثل یه نفر لباس پوشیدی، یعنی لباس یه شخصیتی رو پوشیدی. dressed as pop icons یعنی شبیه شخصیت های مثلا پاپ آیکونز، ستاره های مشهور پاپ لباس پوشیدی. بعد میگه let's see یعنی حالا میخواد فکر کنه. وقتی میخوایم فکر کنیم یا یه چیز رو به یاد بیاریم میگیم let's see I've done Olivia Newton-John. میگه که من مدل مثلا آلیویا نیوتن جان رو هم عکس گرفتم. وقتی میگین I've done داره اشاره میکنه که I've photographed. این فوتوگراف رو میتونه به شکل دان بیاره، به خاطر قبلا گفته دارم عکاسی میکنم، حالا میخواد بگه من اون کار انجام دادم. I've done مثلا اسم اون حالا پاپ استاره که باهاش از لیلی عکس گرفته. I've done Madonna the early years. میگه که در سال مثل سالهای اولیه که مثلا لباس میپوشیده مدانا ازش عکس گرفتم. یا میگه استیو واندر یعنی اون رو هم انجام دادم. بعد میگه there are days when یعنی یه روزایی وجود داره که لیلی has more costume changes than Cher. این more than یه ساختار مقایسه‌ایه که وقتی مثلا میخوایم بگیم که یه چیزی رو بیشتر از یه چیز دیگه انجام میشه یا بیشتر از حالا هر فعلی که میخوایم بیاریم باهاش. الان اینجا میگه یه روزایی وجود داره که لیلی بیشتر از چر لباس عوض میکنه، چون چر معروفه به زیاد لباس عوض کردن روی استیج و یا حالا کار مدلینگ و هر کاری که میکرده خیلی زیاد لباس عوض میکرد. میگه آره there are days یعنی یه روزایی وجود داره زمانی که لیلی داشته کاستوم یعنی عوض کردن لباس خصوصا برای اجرا. دنچر از چر بیشتر لباس عوض میکرده. How could I کمرو میکنه به میچ، میگه how could I forget چر، میگه چجوری شد که من فراموش کردم چر رو. و میگه که that's embarrassing یعنی خجالت آور، میگه یعنی این خجالت آوره. بعد میچ بهش میگه that's embarrassing که اینجا با تن است، میگه این خجالت آوره. somewhat به معنی تا حدی، نسبتاً، کمی، کلا معنیش اینه. ولی somewhat میتونه قبل از
adjective adverb و verb phrase یا verb بیاد که ساختارش متفاوته با وقتی که somewhat بخواد بر سر اسم بیاد یا noun بیاد. وقتی که somewhat رو میتونید قبل از adjective verb و adverb بیاد که 3 تا مثال بالا اولی از اون نوع مثال. The problem is somewhat complicated. Complicated adjective به معنی پیچیده. میگه که مسئله یا اون مشکل تا حدی پیچیده شده است، یعنی سخت شده، یعنی در واقع somewhat یعنی تا حدی سخت شده. اگه بخواد adverb بیاد، adverb مثل اینجا slowly تو مثال دوم she speaks somewhat slowly یعنی اون صحبت میکنه تا حدی خیلی آروم. پس somewhat بر سر slowly اومده، یعنی جلوی adverb اومده که adverb در واقع تا حدی رو برای adverb بیاره، برای قید بیاره. حالا میتونه جلوی فعل بیاد، بگه که I somewhat regret that decision یعنی تا حدی از اون تصمیمی که گرفتم پشیمونم. somewhat جلوی verb اومده، regret یعنی پشیمون بودن، decision یعنی تصمیم. میگه که من تا حدی پشیمونم. وقتی میخوایم بگیم که برای اون فعله میخوایم اون فعله رو بگیم تا حدی اون فعل پشیمون، مثلا اون فعله رو تا حدی سرش بیارین، میتونید somewhat رو قبل از verb بیارین. حالا اگر somewhat بخواد بر سر noun بیاد، یعنی قبل از یه نونی بخواید اون نونه رو تا حدی بهش اضافه کنید، به اون نونه تا حدی اضافه کنید، باید حتما بعد از somewhat off بیاد و a و an که قبل از اسم میاد اونا رو هم حتما اضافه کنید. مثلا he is somewhat of a genius. genius نونه یعنی کسی که یعنی نابغه. میگه اون یه جورایی تا حد یک نابغه است. she is somewhat of an expert یعنی اون تا حدی متخصصه. پس somewhat of plus a or plus and به اضافه noun. پس برای somewhat وقتی که بر سر noun میاد متفاوته با وقتی که بر سر adjective و adverb و verb میاد.